يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، در این وقتا ما و شما در ماهایی هستیم که ان شاء الله تعالی یک تعداد از برادرای و خواهرای مسلمان ما و شما قصد رفتن به زیارت بیت الله شریف دارن و اگر اخلاص وجود داشته باشه باور بکنین این میل 2 دقیقه پیش من یک خبر شنیدم، براتون نمیم که خبر چیست، ما و میاخیل صاحب میفهمیم. باور بکنین کسی که هیچ در خواب خودم نمیدید که من امسال حج برم، خداوند برش زمینه حج پیدا میکنه. مسئله رفتن به حج مسئله پیسه نیست برادرای عزیز، قابلیت نیست، قبولیت است. فرق از بین قابلیت و بین قبولیت. بسیار کسایی هستند که پیسه دارن ولی خدا قبولش نمیکنه به بارگاه خود. جیبایش از پیسه پر است، پیسه خدا با رقص، با ساز، با رواجهای غلط میته لیکن حج نمیره. اما مسئله قبولیت چطور است که یک کسی هست که شاید مصارف حج هم نداشته باشه، شاید در فکرش هم نگرده، یک دفعه برش زمینه پیدا میشه و به حج میره. این حال ما و شما درس های را درباره حج میخوانیم و دست دعا به بارگاه الله جل جلاله بلند بکنیم، بگو الهی تو ما را قبول بکنی. اگر قبول کرد باز به هر شکل برات پیسه‌ش هم پیدا میکنه، تکتش هم پیدا میکنه، مصارف راهش هم پیدا میکنه، هر چیز برات پیدا میکنه. خب درس امروز ما و شما سر چی از اصل موضوع میم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی یک کس میخواد به حج بره، دفعه گذشته گفتیم که کدام امور مراعات بکنه که حجش شوه. ما چی بکنم که حجم شوه؟ گفتیم باید فرایض بفهمه، واجبات بفهمه، مستحبات بفهمه، چی حرام است، چی ممنوع است، چی مکروه است، یا را باید بفهمه. اما یک نقطه دیگه که باید حاجی صاحب در نظر داشته باشه قبل از اون که تو احکام بفهمی، اما وقتی که تصمیم داری که بخیر به حج بری، عالم من پیش از که بفهم چی باید بکنم، من چی کنم که حجم قبول شود. یکی شدن حج است، یکی قبول شدنش. بسیاری کسا حج فرضیش میشه، مثلا رفت حج فرضی شد اما قبول نمیشه. وقتی که قبول نشد با ثوابش برازی داده نمیشه. پس این حال ما شما سرزی بحث میکنیم که ما چی کنیم که الله جل جلاله حج ما را قبول بکنه. یا می حاجی صاحبی که تصمیم داره که به حج بره چی بکنه که خداوند حج ازی را قبول بکنه. علما برای عزیز 3 شرط اساسی را گذاشتن. این 3 شرط اساسی شرط علما نیست، شرط است که علما از قرآن و از سنت استنباط کردن. چون علما در اسلام حق ندارن. من حق ندارم که چیزی از دل خود یا شرط بگذارم. چیز قرآن میخوانیم که قرآن چی گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی تشریح کرده، چی قسم قرآن برای ما تشریح کرده که یک حاجی حرکت میکنه چی باید بکنه که حج ازی قبول شود. شرط اول ازی تصحیح نیت است، اخلاص است. حاجی صاحب محترم، اولین کاری که تو میخوای بکنی چی است؟ اولین کار اینه باید بکنی که نیتت جور بکنی. چه قسم نیت ما جور بکنم؟ در هر کار اسلامی که نیتت خراب بود شیطان میخواد که نیتت خراب کنه. که نیتت خراب شد تمام عبادت از اول تا با آخر زحمت کشیدی، پیسه مصرف کردی، خسته شدی،
خستگی داره، تا بالا شدن در طیاره داره، مناسک است، طواف، کلش تکالیف است. انسان مشقت ها رو میبینه، ولی اگر نیتش خراب بود کل تکلیفاش هیچ میشه. یک عالم گفتن بریم به جنازه فلانی حاجی صاحب، یک کسی فوت کرده بود، بریم در جنازهش. این فوراً در جای خود شیشت. چرا؟ به خاطر این نفرایی که در اطراف ازی بودن. یکیش گفت میا خیل صاحب در فلانی جنازه تا نزی چه بیا خفکیگی. نیتش چی شد؟ خفکیگی. چوک خفکیگی؟ کی خفه میشه؟ فلانی دیدی پلار یا دیدی ورور یا دیدی متوفا زوی خفکیگی، او خفه میشه. دیگهش گفت که بریم صاحب که باز رواج است دیگه. دیگهش گفت که نه فاتحه بریم که باز مقصد ببینیم. آره عالم در جای خود شیش قرار گفت یک دقیقه صبر کنیم. یا صبر کردن استاد شد بسم الله الرحمن الرحیم بریم بخیر به جنازه. یا پرسان شدن که چرا شیشتی؟ گفت به خاطر ازی شیشتم که نیت مجور کنم. چه قسم نیت جور کردی؟ گفتم الهی پیغمبرت گفته که حق مسلمان بالای مسلمان 6 حق است. یک مسلمان بالای مسلمان 6 حق داره. از این جمله حقوقش یک حقش است که وقتی که وفات کرد در جنازهش بره. نگفته در فاتحهش. بران ما در فاتحهش نمیریم، در جنازهش میریم، چون فاتحه را مردم کشیده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنازه را گفته بود بخوانه. خواندن جنازه و دفن کردن ثواب داره. گفته 2 قیرات گفته به اندازه کوه احد است. گفت ما گفتم الهی من در جنازه از این نفر میرم به خاطر ازی که حق دی مسلمان بالای ما هست. یک. دوم الهی به خاطر که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در فاتحهش نمیریم چون فاتحه سنت نیست. فاتحه سنت نیست. پیغمبر صلی الله علیه و صحابه کرام این قسمه که ما شما در مسجد ها میریم و چند نفر میشینه و یکی کلی خودت کپ میکنه و یکی پشت خودت کپ میکنه و یکی قاری صاحب قرآن شریف میخونه هیچ فکرش نیست، یکی کت بوتا داخل میشه و چتار سنگ و چوتار سنگ و مثلا فلانی هم از اندیوالش اسوام در مسجد من برش رسم تعظیم میکنه. این گپاکس این در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست و رواجی است که مردم کشیدن. بنابراین گفت ما عالم گفتم نه در فاتحهش نمیریم، در چی میرم؟ جنازه. به خاطر ازی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به خاطر ازی در جنازه میریم که الهی تو وقتی که جنازهش میخوانم جنازه خواندن وقتی که فرض کفایی است، ما که میریم سر ما فرض عین میشه. پس یک فرض ادا بکنم. نیت جور کردن، فرض ادا بکنم، سنت ادا بکنم، مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود، حقی که یک مسلمان بالای ما داره حقش ادا شود، رضایت الله جل جلاله حاصل شود و 2 قیراتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وعده کرده، اینمی 2 قیرات ثواب به اندازه 2 کوه احد الهی بر ما بدی. یا الله بفرمایید حرکت. این فرض دیگه ایران هیچی که دیدی که پیشتر نیت کلگی چی بود؟ اینال اگه تو بری به نیت ازی که من میرم پدر کلان آجی اسحاق فوت کرده به خاطر که آجی اسحاق خفه نشه، پس من رفتم آجی اسحاق خوش میشه لکن خدا خفه شد، سنت نگرفتم. گفتم نه برو آجی اسحاق حال خود نیست، مشکل نیست، جنازهش نمیرم، باز در فاتحهش میرم. پس نه قیرات شد، نه فرض شد، نه سنت شد، نه ثواب شد، نه هیچ و نیت ما خراب شد، چون من در نیت خود کی را گرفتم؟ شخص را گرفتم. اما اگر تو حکم خدا را ادا بکنی، فرض و سنت و مستحب بگیری و بگویی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در پالویزی آجی ساق هم خوش میشه، میاخیل صاحب هم خوشحالیگی، اقام با خوشحالسی، خواهدتا نیت ارزش دیر لري ځکه چې ته مقصد ته ورسیدی. بنابراین آجی صاحب محترم اول باید چی بکنه؟ اول برش تلقین های شیطانی را از کله خود اوسو بکنه.
شیطان دو قسم است حاجی صاحب عزیز. یکی شیطان جنی هست و یکی شیطان انسی هست، انسانی. شیطان جنی وسوسه میکنه و شیطان جنی میبرد به وسوسه مت آشکارا میگه میا خیل صاحب تو از کلایی که بزرگ هستی، از کلایی که پیسه دارتر هستی، تو باید حاجی گفته شوی. خرد بچه‌ها حاجی شدن، تو حاجی نشدی، تو باید حاجی شوی. سرکو شیطان چی میکنه؟ شیطان خالیگاه میپاله. شیطان میگه مثل او وارث، وقتی که دند او بسته کردی، او خالیگاه میپاله. از کدام سوراخک او برایه، همون سوراخک که برآمد آیسا آیسا سوراخ کلان میگه قرم بسته بند کلشم میبره. شیطان همین قسم میکنه. تو باید برید دیگر میگه کلگی را آجی میگن تو را کس آجی نمیگه. اصلا در نام تو خوب میگه که حاجی محمد اسحاق. تو باید نام تو در پالش حاجی باشه. نیتت خراب میکنه. وقتی که نیتت خراب کرد زد عبادت های تو خراب کرد. پس باید حاجی محترم چی کنی؟ وقتی که نیت حج کردی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الهی شیطان با من بالای من مسلط نسازی. که یک عالم ناصح مشورت بکن چی کنم؟ نیتت جور کن. الهی من مسلمان هستم، میگم که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الهی کلمه ما و ایمان ما تقاضای زیر میکنه که رسول گرامی اسلام گفته که الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، نماز بخوانی، روزه بگیری، زکات بدی اگر پول داشتی، و تحج البیت اگر تو حج بیت الله شریفه بکنی که اگر تو توانش داشتی. بنان الهی من توان حج دارم، به خاطر که این فرض ادا بکنم الهی من حرکت میکنم. الهی من به خاطر از این حج میرم که رسول تو حج کرده. الهی من به این نیت حج میرم که حج مبرور باشم، چون رسول الله صلی الله علیه و گفته که حج مبرور جزایش بغیر از جنت چیز دیگه نیست. الهی بر من جنت نصیب کن، من کوشش میکنم حج مبرور کنم. الهی من حج میرم به خاطر ازی که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم درباره حج گفتن که اگر یک نفر حج بکنه و در اوجا رفت، یعنی کلمات شهوت آمیز با خانم خود و یا حرکت های شهوت آمیز نکرده باشه ولو با خانمش که برش حلال است، این هم باید ترک بکنه. گپای شهوت آمیز هم باید ترک بکنه. ولم یفسق و جدال و جنگ و غالمغال و تیلگکان و دشنام دادن و او را آزار بده، او را بد بگو غیبت، اینی کارا را نکرد. رسول گرامی گفته که این پس میگرده از حج مثل ازی که والدش نو از مادر خود ایچی شدن تولد شدن. الهی من میرم و در نیتم است که من اینمی احکام کلش مراعات بکنم، اخلاق اسلامی را مراعات بکنم. اگر کس کتم جنگ کرد جنگ نکنم، اگر برم نان نرسید که کس چنگوی نکنم، اگر دیگران تیلگکان کردن من تیلگکان نکنم، اگر در طیاره بالا میشدن با لبیک، رسول گرامی اسلام گفته که بالا میشید در بلندی، در طیاره بالا میشید، در زینه بالا میشید، پایین میشید، در کل باید لبیک اللهم لبیک. الهی من نیت دارم کل اینی چیزها را بگویم، از این خاطر به این نیت الهی ما که میرم به حج ما قبول بکنی که پس ما بگردم اونم قسم که نو از مادرم تولد شدیم به این نیت میری که من برم انشاءالله ما بنده هستم، عاجز هستم، گناه کردیم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، بسیار اشتباهات از پیشم شده، شاید دوزخ سرم واجب شده باشه، شاید گناه ها مرا از بین ببره، شاید ما در غضب خدا باشم، پس برم بگم الهی به این خانه تو رجوع کردیم، به بارگاه تو رجوع کردیم، به مسجد الحرام رجوع کردیم، رسول تین تو گفته الهی تو حج ما قبول کو، گریه بکنم در دروازه کعبه خدا کشال بکنم، سینه خدا در دیوال کعبه بچسبانم، روی خدا بچسبانم، بگم الهی این مکان تو گفتی بیت دیگه، تو خاص خانه منزه هستی، لکن تو امیر عزت دادی گفتی که این بیت الله هست. وقتی که خودت عزت دادی الهی این عزت دادی، ما آمدیم به بارگاه تو و این فرض ادا میکنیم، الهی مرا اونم قسم پاک بگردان مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده داده. اینا میگن که ای آجی از نیت خود خوب بکنه.
وقتی که یاجی میخواد که قبول شود نیتش خوب است، در نیت خود بگه که آن چیزی که در قرآن و سنت است او را تطبیق میکنم و آن چی که بدعت است، ناروا است، غلط است، مردم ها کشیدن از دل خود، او را من نمیکنم. و آن چی بد اخلاقی است او را من نمیکنم. و آن چی که رواج است، چیزهای رواج است، آجی باید در می اول نیت بکنه که الهی من در نیت می است که من خودسازی نمیکنم. من خودسازی نمیکنم. من کسی را نمیمانم که در زیر پای من گاو و گوسفند حلال کنم. ما کسی را نمیمانم بت پرستا و زیر پای انسان بت پرستا زیر پایش بت میرفتن مرغ حلال میکردن. حال ما و شما عروس ها را زیر پای عروس مرغ حلال میکنیم، با خون از رو بت پرستا در پای بت میزدن، ما در پای عروس میزدیم. این کارا میکنیم منتها با سیستم جدید. یا زیر پای حاجی گوسفند حلال میکنن، با خون از رو در تایر موتر حاجی سر بزنن. من این کارا را نمیمانم. اگر کدام تسبیح، کدام گلاس آب زمزم، کدام توفیق پیسه داشتم برای یگان دوست خود گرفتم، خوب. اما اینه که اوهو بیادر ما طلا آوردم، ما باید برای هر زن بیادر یک دانه انگشتر رو در گرامه بیارم. اگر نه باز کم میایم. اگر نه باز کم میایم. انسان مسلم من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر الله تواضع کرد، خدا رتبهش بلند میبره. رتبه تو پیش خداوند بالا بر. والا من حج رفتم، صاحب من زیاد نمیخوایم این کارا رو بکنم. نه گوسفند دارم که زیر پای حلال کنم، نمیمانم که حلال بکنم، نه موقع جای نمازایی دارم که برم جای نمازا. اگر داشتم کدام داره تسبیح، کدام توفه، کدام سیدی اسلامی، کدام کتاب اسلامی، کدام چیزی که برای کس آب زمزم چیز داده تانستم خوب، نتانستم برادرها براتان بهترین توفه را آوردیم. چی توفه را آوردیم؟ دست خدا بالا کردیم که الهی در اینجا آجا کلگی به دربار تو آمده، مثل میدان حشر است، لباس کفن پوشیدیم. الهی دعا کردم که الهی مردم ما را از این اسارت غلامی نجات بده. الهی امریکا را در افغانستان شکست بده. الهی ما در خانه تو رجوع کردیم، در بیت الله شریف دعا میکنیم که الهی ناتو و امریکا را مثل روسا و را تکه تکه بسازی. الهی غلامای امریکا را نمانی که سر ما پادشاهی بکنن. الهی اونمو قسم که کمونستا را رسوا کردی، اینا را هم رسوا بگردن. برادرها براتون توفه این قسم آوردیم که برای هر کدام دعا کردیم که خداوند هر جوان افغانستان شهامت و قوت و حق جوانای ما سر حاجیای ما که برشان دعا بکنه که خدایا این جوانای ما را هدایت بکنی، ریش سفیدای ما را هدایت بکنی، کل ما را غیرت نصیب بکنی، ایمان نصیب بکنی، قوت ایمان نصیب بکنی کل ما را. بهترین توفیق حاجی دعای حاجی است که در اوج بیت الله شریف برای یک جوان دعا بکنه، کل جسم خود بگردانه، کلگی رو بگردانه. روز جمعه کسایی که در دست پای کلش در چشم خود بگردانه که ان شاء الله که خدای میاخیل صاحب در زندگی ببخشی، خدا صاحب استاد در زندگی بخشی، راشد جان فلانی جان ایمل آجی صاحب ساخه کلگی رو این فیلم بردار کامرامن یادی تو کلش را الهی پروردگار بر هدایت کل ما را بکنی که مطابق قرآن و سنت حرکت بکنیم. این حاجی وقتی که از این نیت خود پخته کرد، پس میگه که استاد برای من یک تقسیم اوقات 24 ساعته پیغمبر صلی الله علیه و سلم بده که من در حج 24 ساعت زندگی مثل زندگی رسول الله بکنم. ما میجه ما این بارک رمضان که جوانا وقتی که اینجا 15 16 نفر چند نفر بودن، وقتی که در اعتکاف 6 تا بودن، گفتن استاد ما میخوایم که 24 ساعت زندگی خودم مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردیم. پیغمبر هم از خواب میخواد چی میکنه؟ گپ میزد. چه قسم گپ میزد؟ چه قسم موضوع میکرد؟ چه قسم مسواک میکرد؟ چی کارا میکرد؟ تو حاجی محترم نیت بکن که من میخوایم در این سفر حج سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله کلش زنده بسازم. همین صبح که از خواب میخیزم تا خفتن کلش مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. غیبت نمیکنم، دشنام نمیتم، کسی را بد نمیگم، کسی را مسخره نمیسازم، کسی را اذیت نمیکنم. بسیاری حاجی است لباس احرام. او برادر احرام چی معنی احرام؟ او خدا تو را هدایت کنه. احرام چی را میگن؟ وقتی که احرام بسته کردی لباس مرده ها را بسته کردی جانم که من مرده. میدان حشر است. در میدان حشر کس غیبت میکنه، دروغ میگن، جنگ میکنه، تلگکان میکنه، پیشکان میکنه، کی صبوری میکنه، کسی را زیر پای خود میکنه. حالا حاجی کی زیر پای خود میکنه؟ خود حاجی زیر پای خود میکنه. تیله میکنه، حاجی بیچاره ریش سفید پایین مفته
زیر پای میشه. پس وقتی که من مسلمان هستم نیت خود باید از اینجا احرام بسته کردیم. احرام چی معنی؟ یعنی ای که الهی ما این لباس احرام بسته کردیم، خدا در صف مرده ها قرار دادیم، نخواستیم که لباس غرور بپوشیم، لباس کفن واره لباس پوشیدیم، لباس سفید. الهی به دربار تو رجوع میکنم، از تمام بدی ها توبه کردیم. یک نفر میگه پرسانش کردن کجا رفته بودی؟ گفتی والا یک جای رفتم، یک تعداد مردم 6 تا بودن. گفت چی میکردی مردم؟ گفت والا این مردم جنگی بودن که الله جل جلاله. این حال در میدان حشر، میدان حشر وقتی که اونجا من میرم روز قیامت است. حاجی تمثیل روز قیامت میکنه. لباسای کلگی یک قسم، شعار کلگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. یک کسی گفت پرسان کردن که شما صاحب کجا رفته بودین؟ گفت والا من صاحب رفتم در یک قریه. چی بوده و قریه؟ گفت کلگی زنده بودن، زنده از کلگی هستن. در قریه چی بود؟ گفت والا در قریه تو بود که کت خدا جنگی بودن، خدا میخواست آشتی کنه، مردم قریه نمیخواستن آشتی. با گناه، با غیبت، با بدبختی، با بینمازی مصروف هستن. دیگه روز باز به او قریه رفت که بسیاری مردم قریه مرده. رفت در قبرستان، گفت چی دیدی اونجا؟ گفت اونجا مردم میخواست آشتی کنه، خدا کتشان آشتی نمیکرد. حالا تو لباس مرده ها را پوشیدی که آشتی کنی که الله جل جلاله، از گناه ها و اشتباهات سابقه توبه کنی. اما ای که لباس احرام میپوشی، چی معنی احرام؟ من لباس احرام میپوشیم، سابق برم اجازه بود که سرم جور کنم، گفته که نه نیست، حرام است. اجازه بود با همسر خود نزدیک شو، گفت نه آل برات حرام است. اجازه بود که مثلا ناخونای خود بگیره، گفت ناخونایت هم گرفتن نمیتونی. میخواستم عطر بزنم، گفت والا عطر هم زدن نمیتونی. وقتی که کل چیزای حلالا را سرت حرام ساختی، خود داخل احرام کردی. پس تو باز اونجا به خدا تعهد میکنی که الهی من نمیخوایم که حلالهایی را که تو فعلا گفتی که در یالت نکن، در حال که ناخون گرفتن حلال است، لکن وقتی که احرام پوشیدی باز ناخون گرفتن نمیتونی، عطر زدن نمیتونی، خوشبویی کردن نمیتونی، محیط کندن نمیتونی، شکار کردن نمیتونی، این نمیتونی، اون نمیتونی، کلش هست. خب آل خیر تو چرا حلال خدا حرامه باز به حرام خدا مبتلا میسازی؟ آجی که غیبت میکنه، نفهمیده مفهوم حج. از حلال ها را ترک میکنیم، حرام باید چی کنی؟ به طریق اولا ترک بکنی. از این خاطر برادر عزیز نیت خدا باید جور بکنیم، بگیم الهی نیت ما را جور کن. بشینیم پیش خود فکر بکنیم و توبه بکنیم و تصمیم بگیریم و نیت خدا فقط رضایت الله را بگیریم و چیزهای دنیایی را ترک بکنیم و آنچه که شیطان وسوسه ما میکنه از او خدا دور بسازیم و قلب خدا پاک بسازیم، تا که الله جل جلاله از اینمی نیت سعی کنه تهداب مردم از خشت نمیمونه. تا خشت پختر هم که از تهداب نمیمونه. همیشه تهداب باید چی باشه؟ سنگ قوی باشه. پس تهداب حج تا با نیت درستت و تصمیم درستت قوی بساز، در غیر از گپت خراب میشه. چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه و چی میگه؟ انما الاعمال بالنیات. او مردم، هر عمل تو به نیتت ارتباط داره. 10 دفعه در خانه با پای راست داخل شدی ثواب نبردی. 1 دفعه داخل شدی گفتی سنت است، باش که من با پای راست داخل شدم سنت است، چون نیتت جور کردی. هر دفعه که در خانه داخل میشی با پای راست بر ثواب نشته میشی. شاید روزانه چندین مرتبه آب بنوشی، شاید امیل در زندگی تا امروز شاید 1000 مرتبه یا 10,000 مرتبه تو گلاس آب بالا کردی و آب نوشیدی، وقتی دست راست شدی لکن نوشیدی، هیچ کدامش ثواب بر دادن نشده. چه وقت بر ثواب دادن میشه که نیتت جور کنی و گلاس آب بگیری با دست راست، بگی الهی من گلاس آب با دست راستم گرفتم به خاطر از اینکه سنت است. چون نیتت جور شد آب نوشیدی بر ثواب نشته شد.
چی گفتی سنت است برات ثواب داده شد. از این خاطر انما الاعمال بالنیات، ان به تحقیق، این را وقتی که داخل میگن علمای عربی میگن که یعنی ده این شک نیست، گپ محقق است به معنای حقق تو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله این گپ است متحقق است، ثابت است که عمل انما الاعمال بالنیات، به نیت ها ارتباط. پس نیتت اگاجی سب جور کردی، عبادت هایت خداوند قبول میکنه اگر در نیتت خودسازی و مرا حاجی صاحب بگوین و باز بیایی سر در دیوالایت نشته کنی حج مبارک و باز مردم بگویی برای من حتما باید موتر گلپوش نباشه من خفه میشم، اگر گوسفند ناوردین خفه میشم، اگر کس در میدان هوایی پیش من داتا موتر نامد از خودگی من آمد باز من خفه میشم، اگر مرا آرس وار شارگشتی نبردین خفه میشم، اگر برای من ایده نکردین و خیرات پیش از رفتن من نکردین و بعد از رفتن من نکردین و گلها رو در گردن من انداختین و مرا به کل دنیا معرفی نکردین، اینی گپا رو او برادر عزیز، این کل گپایی است که مردم ساختن، این آثار و علامات انسان‌های ریاکار است. و ریا مثل چی واس؟ قوقاته شده بین پنبه پرتو کلش جغس میسوزنه، کل عبادت تر ریا خراب میکنه. پس هر چیزی که فهمید شک ریا هست بگو برادر اوسو از ریاکاری ها اوسو یاره. در حدیث قدسی پیغمبر سم چی میگن؟ انا میگه پیغمبر سم در حدیث قدسی میگه که الله جل جلاله میگه انا اغنى الشرکاء عن الشرک، و بسیار غنی هستم از شرک. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. حدیث صحیح مسلم است، امام مسلم روایت کرد. اگر کسی در هر عبادت به همراه من کسی دیگه رو شریک کرد باز او را میمانم، یعنی 99.99% کلش به خاطر خدا کردی، 1.1شه 0.1 به خاطر مخلوق کردی، الله جل جلاله کل اعمالش به اون مخلوق میده. تو گوره که من شریک کردم، من شریک مری که قبول ندارم. الله جل جلاله میگه من ذات غنی هستم و هو الغنی الحمید، که ما کسی را شریک نکن. پس در نیتت باید هیچ کسی نباشه، کل مخلوقات از نیتت بکش، کلش بکش. بعضی کسا مزار شریف هم در نیت خود داخل میکنه، شرک است برادر. به حج تنها مکی مکرمه رفتن در مدینه منوره و زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله این از جمله حج نیست. ولو که یک نفر در مدینه منوره نره هم حج فرضی زیاد شده. چرا حج اون وقت خلاص میشه که مویایت چی میکنی؟ که مویایت چی میکنی؟ سرت کل میکنی، از حج خلاص شد، از احرام خلاص شد، اونم حج تو شد. طیاره پیدا نشد من مدینه منوره برم، نرو. رفتی 40 نماز خواندی به قصد خواندن 40 نماز در مسجد پیغمبر است، به این نیت برو. اما نرفتی حجت شد یا نشد؟ شد. بعضی مردم ها میگن نه نیمه حج در اونجاست، رفتن به قبر هم اون به حج شامل میکنن. این بدعت است، این ناروا است. اگر در اون مسجد میری نماز میخوانی خوب است بخوانی، بر رسول الله صلی سلام بتی، بسیار خوب است که سلام بتی. جنت البقیع بری ببینی قبرهای صحابه را، خوب است که بری ببینی، اما وارد حج داخل نکن. بعضی کسا میگه والا حجت مانده، یک قسمتکش مانده، چرا دیگه صحابه را ندیدم، یک قبر حضرت علی مانده، باید برم در مزار شریف به زیارت حضرت علی. و هم در حج است. او را که در حج داخل کردی تو با خداوند اونا را شریک ساختی. رسول الله صلی الله علیه و آله از مدینه منوره به حج کردن کجا آمد؟ در مکه مکرمه آمد. مراسم حج در بیت الله شریف است، فرایض، واجبات، سنت ها، مستحبات کلش در اون مکه مکرمه هست. اما در مدینه منوره وقتی که حاجی ها میرن باز اون میشه که آدابش باز براتون بگیم که اونجا حاجی ها میرن، اون داخل حج نیست، بلکه ثوابای اضافی است که انسان میره 40 نماز خدا در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم اونجا میرن میبینن دیگه وا چی است، اما شامل حج نیست. بسیاری کسا برادرای عزیز در عرفات در مراسم حج موبایلک‌ها دستش است، تق 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 او خانه پر پلو.
این عکس تا قرار اونجا برو در یک عکاسی برو، یک برای عکاس بگو در پشت سر عکس من خوب بیت الله شریفه بیار، بیاره در پشت سرت. تو اونجا برای عکس گرفتن نرفتی، برای عبادت رفتی. در نماز کس عکاسی میکنه؟ یک نفر نماز میخواد نیت کردم بخوانم در رکعت نماز خوب میفهمم الله اکبر الحمدلله رب العالمین، باز موبایل خود بگیر باشه مولوی صاحب تق تو در حج هستی، تو در حج هستی از برای خدا در حج، چرا حج تا خراب میکنی؟ تق 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 در اونجا عکس بگیر، در اونجا عکس بگیر، در اونجا عکس بگیر، در اونجا عکس بگیر. برادر عزیز تو در عرفات رفتی، اونجا گریه کن، اونجا تسبیحات بخوان، اونجا متوجه عبادت ها باش. عکس گرفتن تو در پالی خانه خدا چی فایده داره که تو قلب تو دور از خانه؟ میگه گر در یمنی چوبامنی پیش منی، گر در یمنی چوبامنی پیش منی. اگر در یمن هم هستی امرای من هستی، در قلب من جای داری. ور پیش منی تو بی منی در یمنی. اگر در پیش مام ششتی قلبت با من است، دور است دور. ابو جهل و ابو لهب کلکینایشان که واز میشد خانه خدا که واز میکنن خانه خدا، از کوچهشان هر روز رسول خدا تیر بشه خانه خدا، رسول خدا 24 ساعت صدای قرآن در گوششان میاد، کلکای خود در گوشای خود میمونه. برای تو چی فایده کرد؟ برای تو چی فایده کرد که تو نه برادر مسلمان؟ تو باید متوجه باشی که من در عبادت هستم، در این عبادت باید قلبت با الله جل جلاله باشه. جور کن نیتت، اوسو پر تو کامرا و کامرا بازی و فیلم برداری و این رواجا رو اوسو کن. اگر نیتت رضایت الله جل جلاله، اما اگر کدام نیت دیگه داری و خودخواهی میکنی دلت، اما اگر میگی من مخلص هستم، ما برای آجای مخلص گپ میزنیم، با انسانهای غیر مخلص گپ نمیزنیم. تو که حج سیاحت فکر میکنی، بسیاری کسا حج چی فکر میکنن؟ سیاحت فکر میکنن. پس اون کسی که حج سیاحت فکر میکنه اون خداوند جل جلاله حجش قبول میکنه و نه هم حج از اون میشه و او در نیت غلط خود حج سیاحت فکر کرده قرار اونم کارای یک انسان سایه هست، مثل امو خارجی هایی که برای معنیگان بت بامیان عکاسی میکنن، تمام روز کامرا پیش از گاید کله بت میشینه و گاید زیر پای بت میشینه و گاید دست بت خدا کشال میکنه و عکسایش میگیره. حالا احرام خریدن با آب زمزم ششتن هیچ کمال داره؟ این گپای بسیار عجیب غریب. یک نفر ببینی کفن خدا کته آب زمزم، با خدا که نماز نخوانده باشی صحیح نه که خوب مرده تو بری در زیر خانه کبام گور کنی، ها به عذاب مبتلا هست. کوشش نکن که خدا بازی بدی. برای یک انسان مسلمان اساسش عبادت است. دوم شرط اولش فهمیدیم تصحیح نیت و اخلاص است. واضح شد ان شاء الله. نقطه دومی که برای یک حاجی محترم بسیار ضروری هست او چی هست؟ مطابقت هر کارش، هر عملش با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب مطابقت با چی؟ با طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرط دوم قبولی هر عبادت اینمی هست و حج یک عبادت است. پس وقتی که تو از خانه حرکت میکنی و تا پس به خانه که میرسی کوشش کن که در تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم. احرام بستنت پرسان کن مولوی صاحب محترم پیش از اینکه پیغمبر صلی الله وقتی پیغمبر هم قصد حج میکرد چی میکرد؟ قبل از اینکه احرام بسته کنه چی میکرد؟ غسل میکرد، وضو میکرد، عطر میزد، ناخونای خود میگرفت، چی میکرد؟ همین رو برای ما تشریح. وقتی که پیغمبر هم احرام بسته میکرد کدام حدیث آمده که زبانی نیت کنه یا نیت قلبی بود؟ اگر کدام حدیث آمده حدیث چه برام نشان بدی. اگر نیکن آمده در قلب من خلاص. من که حرکت میکنم نیت عمره بکنم یا نیت حج بکنم. اگر پیغمبر هم حج تمتع میکرد چه قسم نیت میکرد؟ در قلبش چه قسم میکرد؟
بعد از اینکه احرام بسته میکرد، احرام چه قسم بسته شود؟ گری داشت، گری نداشت، زیرش لباس های دیگه بود نبود، پیغمبر چه قسم احرام بسته کرد؟ وقتی که احرام بسته میکرد پیغمبر چه قسم لبیک میگفت؟ وقتی که از خانه حرکت میکرد پیغمبر چی میکرد؟ وقتی که در یک بلندی بالا میشد، در زینه بالا میشد، پیغمبر چی میگفت؟ وقتی که پایین میشد چی میگفت؟ وقتی که شیشته بود سر اسب سوار بود، آلمد طیاره شیشته، ما باید چی باید بکنم؟ وقتی که پیغمبر مکه مکرمه میرسید چی میکرد؟ وقتی که بیت الله شریف میدید چی میکرد؟ وقتی که طواف شروع میکرد از کجا شروع میکرد؟ اگر بیروبارک می بود به حجر الاسود نمیرسید، آیا پیغمبر و صحابه کرام کسر تیلگکان میکردن مردم ها را چپک و داتار استفاده زیر پای تو که برو حجر الاسود ماج کن؟ این کارا میکرد نمیکرد؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که حجر الاسود میدید برش چی میگفت؟ میدید که تو یک سنگ سیاسی برای من نفع ضرر رساندن نمیتونی، ایره مد دل خود داشته باشیم، ایره میکردن. وقتی که پیغمبر طواف میکرد، در طواف خود چه وقت پهلوانی میکرد؟ چه قسم پهلوانی میکرد؟ باز کدام تاش میکرد؟ باز چند دفعه طواف میکردن، باز که خلاص میشد چی میکرد؟ باز در کجا نماز میخوان؟ باز در سعی و صفا و مروه در صفا چی میگفت؟ چه قسم حرکت میکرد؟ به کجا میرسید؟ پس میامد سر خود چه قسم کم میکرد؟ موی خود چه قسم کم میکرد؟ برای سیاسرها چه قسم از بیبیاجی چه قسم باید موی خود چه قسم کم بکنن؟ به این شکل که بعد از اینکه مثلا روز هفتم میشد پیغمبر کجا میرفت؟ روز هشتم که میشد پیغمبر چی میکرد؟ روز نهم پیغمبر در عرفات چقدر وقت تیر میکرد؟ کدام جای استاد شدن است؟ کدام جای ممنوع است؟ در عرفات کدام کارا جایز است؟ کدامش ناروا است؟ کل از اینا رو یک یک و تمام ازیاره باید در نظر داشته باش. من که حج میرم به خاطر منفعت خود برم یا به منافع مسلمین؟ اصلا حج که فرض شده به خاطر ازی است که یک کنفرانس بزرگ اسلامی است که تو منفعت مسلمان ها را در نظر میگیری. اگر حج به شکل قانونی و اساسیش ادا شود، باید مشکلات جهان اسلام در حج مطرح شود و درباره ازی بحث شود. امروز از حج بسیاری وقتا چنایا استفاده میکنن، جای نماز هم چنایی است، تسبیح هم چنایی است، فلانی هم چنایی است. باید مسلمان ها در این قسمت اقتصاد مسلمان ها در حج باید بلند میرفت، از حالت غریبا خود خبر میکردن، غریبای یک مملکت از دیگه میفهمید. حاجی ها ببینن که مثلا اینجا حاجی سفید پوست است، سیاه پوست است، فلانی است، فلانی است. کل اشیا بر از این منفعت میرسه. اینال حج تنها برای منفعت خود نیست که من ثواب جمع کنم، بلکه برای منفعت کل عالم اسلام انسان باید کار کنه. بعد از اینکه مثلا پرسان میکنه خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حج میکرد، بعد از اینکه حج قربانی چه قسم است؟ در کجا قربانی میکرد؟ بعد از اینکه روز عید میشد چی میکرد؟ جمرات چه قسم زده میشه؟ پیغمبر سنتش چه قسم است؟ بعد از اینکه پیغمبر از حج خلاص میشد این است. و وقتی که مثلا ما به مدینه منوره میریم سنت چی هست؟ ناروا چی هست؟ بسیاری کسا میرن در گرد قبر پیغمبر میخواد چرخک بزنه، طواف کردن گرد قبر میشه، نه حرام است، ناروا هست. آیا ما روی خود طرف قبر پیغمبر گرفته دعا بکنیم یا روی خود طرف قبله بکنیم دعا بکنیم؟ پیش قبر پیغمبر هم که میریم طریقه سنت چی هست؟ بگیم السلام علیک یا رسول الله، سلام برش بدیم، باز برای ابوبکر صدیق سلام بدیم، باز به حضرت عمر سلام بدیم. بر از اینا وقتی که سلام بدیم چه قسم سلام بدیم؟ نمازهای خدا در کجا بخوانیم؟ از بدعت ها چه قسم خدا دوری بکنیم؟ چه چیز در سنت نامده که ما نکنیم؟ اینی کل زیر یکه یکه بناء حج انسان وقتی قبول میشه که انسان مطابق چیز. چرا پیغمبر هم گفته که خذوا عنی مناسککم، حدیث امام مسلم روایت کرده. بناء در طریقه پیغمبر صلی الله علیه و چی بود که پیغمبر صلی الله علیه و در حج خود الله را مشناخت، حقوق الله را مراعات میکرد، حق میفهمید، حقوق چیزی که حق دیگران رو مراعات میکرد، اخلاص، عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و خوردن حلال دیگه. از این خاطر حاجی صاحب محترم در این قسمت باید تقسیم اوقات حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش خود داشته باشه. کارهایی که یک حاجی نباید بکنه، سنت پیغمبر صلی الله علیه و است که حاجی بسیار با تقوا باشه، 100% باید تقوا را مراعات بکنه، 1% هم از تقوا باید خدا دور نکنی. تقوا چی است؟ تقوا چی است؟ تقوا چی رو میگن؟ میگه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از یک صحابی مبارک دیگه پرسان کرد، گفت همین تقوا چی است؟ گفت میرا که میری که پایت لج باشه و خار زیاد باشه، چه قسم قدم میمانی؟ گفت استای کده خوب میبینی میسای میگن اینجا خار نیست، پای خودم میمانم. باز سهل میکنیم دیگه کجا خار نیست، باز یه پای خود پایم لج است، خارم زیاد است. تقوا همیست.
اینی کارم بکنم، اینی گپم بزنم. نه، دروغ نگو، غیبت نکن، جنگ نکن، فیلم برداری نکن، عکاسی نکن، خودسازی نکن، کس را اذیت نرسان، بر کس دشنام ند. اینی وقت تو تقوا داری. دیگه چی است که مثلا طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم است؟ از شرک و از اعمال شرک آمیز دوری کردن است. حاجی باید در دم خود بگه که ایاک نستعین، الهی فقط از تو کمک میخوایم، ایاک نستعین. اینه در نظر خود داشته باشه که ادعونی، الله گفته که ادعونی، با من دعا کنی استجب لکم، من دعایتان اجابت میکنم. از این خاطر تو نیست که تو برید از سر قبر حضرت ابوبکر صدیق یا از سر قبر کدام برازو بگو تو گناهی مرا ببخش. نه، به الله بگو الهی تو مرا ببخش. از این اعمال شرک آمیزی که بعضی کسایی که نمیفهمن. چرا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک آوردی، تو خاصی که برای از فلانی نفر بگی که ابوبکر تو مرا ببخش، ابوبکر صدیق با خداوند شریک ساخت. یا حضرت عمر تو مرا ببخش. انسان مسلمان روی خدا به طرف قبله میکنه، الهی مرا ببخش، الهی مرا اولاد بده، الهی گناه های مرا ببخش، الهی. این حج مبرور است. حج مبروری که ثوابش جنت است، که انسان از چیزهایی که شرک آمیز است دوری بکنه. حاجی باید از سنت پیغمبر سم بود که الفاظی که با زنها گفته میشه، هر لفظ شهوت انگیز و مذاق از این دوری بکنه. حاجی باید، رسول الله سم بزرگترین نمونه اخلاق بود. تو باید حاجی بزرگترین نمونه اخلاق باشی که اندیوالت به باز نگویه که والا باید اندیوالت سر تو شهادت بده، بگی یا یوسف اینقدر انسان با اخلاق بود که هر کس تیلش میکرد، برش نان نمیرسید، نوبت نمیرسید، هر چیز نمیرسید، یا یوسف کس را اذیت نمیکرد. بسیاری حاجی هست که 2 روز ده حج زیاد ماند لغتک میزنه، بگو 10 روز مرا زیاد بان که من چند نماز دیگه هم در بیت الله شریف بخوانم. یا کمک سختی داد فغان میزنه. حاجی هست مظاهره رو شروع میکنن، دو زدن از قال مقال، از بیابی است. حالا که حاجی افغانستان، حاجی دیگه مملکت ها گریان میکنن، حاجی افغانستان مظاهره. حاجی دیگه مملکت ها توبه میکنن، حاجی افغانستان سابق بودنه دستش بود، آل موبایل کامرا و سکوی کامرا و موبایل فلانی بازیته. در عرفات حاجی افغانستان خیلی قصه داره. در سیاست شروع کردن، مسائل سیاسی رو مطرح میکنن، یکی دیگر رو دشنام میده، یکی مناظرات در خود عرفات. مردم گفتن که حاجی افغانستان نیست. حتی یک حاجی افغانستان این سر مادر خود کت پلریش تراش کرده. تو باید بفهمی که برای زن تراش کردن نیست، قصر است. کمک موی خدا کمکش میگیره. پس باید اخلاق عالی حاجی داشته باشه. حتما باید حاجی صاحب عمره بکنه. عمره بسیار ضرور است در حج. دیگه در شب عرفه بغیر از منا باید در جای دیگه نباشه. کلگی به منا میره حاجی افغانی قرار داد اتاق خود خواب است. تو باید بفهمی که من این شب در کجا تیر کنم. تو بسیاریش جماعته، اونجا نماز جماعت در بیت الله شریف خوانده میشه، ثواب از اون چقدر زیاد است. این قرار داد اتاق خود میخونه. چرا؟ والا 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر فاصله داره. خدا کنه که 10 کیلومتر باشه. خود تو برای عبادت آمدی، برو پای پیاده، پس بیا، خسته شو، مانده شو، عرق کن. اگه مریض شدی، به مریض سر مریض حرج نیست، سر نابینا، سر کسی که تکلیف داره، مشکل داره، اما وقتی که صحتمند هستی نباید خدا چیز کنی. شب تیر نبودن در مزدلفه، نمازم با صبح باید در مزدلفه بخونه. اینها رو برادرای عزیز در چیز از پیشروی کس تیر نشو در نمازش. مجادله و قال ایگفا رو نکن. اینی هست شرط دوم. شرط سومی که حج خداوند قبول میکنه او چی است؟ که باید حاجی از حلال استفاده کنه. حاجی صاحبه که تو از پیسه رشوت، تو از پیسه فریب، تو از پیسه غصب زمین مردم، از پیسه حرام تو حج میکنی، حجت خدا قبول نمیکنه. پیسه رشوت خدا قبول نمیکنه. چرا؟ مزدل خودی رو نمیگم، مزدل خود نمیگم. بیاین بخوانیم. حضرت ابی هریره رضی الله عنه میگه عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. سکنه. حضرت ابی هریره صاحب چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ باشه مسیحی بشینم. یه حدیث بسیار مهم است.
رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ خوب ایره گوش بگیرین برادرای عزیز، حاجی صاحبای محترم، خدا خفیتان نکنه. اگر خفه میشین دلکتان، مگر حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ایها الناس، او مردم، ان الله طیب، الله پاک است، لا یقبل الا طیبا، قبول نمیکنه مگر چیزی پاک. چی معنی پاک؟ پیسی حلال باید باشه. سفر رفتت، برگشتت، لباست، احرامت، کلش سنجش کن. خودت میفهمی، من نمیفهمم. هیچ کس را محاسبه کرده نمیتونه. هر کس خودش میفهمه که پیسیم از کجا، پیسیت حلال بساز. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا ایها الناس، ای مردم، ان الله طیب، الله جل جلاله طیب پاک است، لا یقبل الا طیبا، قبول نمیکنه، قبول لا گپ من نیست. او مردم، بسیاری وقتا بعضی مردم هست که ما بحث میکنه، من میگه استاد تو گفتی، من بد کنم که بگویم؟ من نمیگم. اگه گپ ما باشه گپ ما را کلوله کوسو پرتم. من میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم سند برات میتونم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته، یا هم سندش. او میگه استاد تو گفتی. ما استاد تو که مولوی نمیگه، تو آمدی این گپا رو نو کشیدی. او قربان آخه چطور کنم؟ او مولوی صاحبی تو که نمیگه، خانش آباد که نمیگه، البته کدام دلیل داره نمیگه، یا بیچاره این حدیث نمیفهمه که نمیگه، یا که تو دیپلماسی میکنه که تو خفه نشی، یا از تو میترسه. بسیاری وقتا بسیاری مولوی ها از مقتدیای خود میترسن، حق گفتن نمیتونه. مرد کس حرام خور که بگه حرام خورا در دوزخ است، حرام خور میگه مرد بستری تا بگی برو. من خودم دیدم گفته که ما مردم دختر سیتان دختر و بچه را نرقصانین حرام است. آمده گفته که الان مولوی صاحب من رقصانده بودم، تو مرا گفتی بکش بستری شو، سنگ دورک زده بستریش. علما بیچاره بسیاری از ترس گفتن نمیتونن، اما ما خود بستری آدم دست کسی هست، ما بستری دیگه را برش سنگ دورک میزنیم. از خاطر ما میگیم بر من نه بر ما کس نوبت روان میکنه، نه تو غیرتی ها شده که در خانه ما کدام کاسه نوبت روان بکنه، نه به نوبت کسی هستیم، نه به نان کسی هستیم، نه از کسی چیز توقع داریم، نه در جیب کسی فکر ما هست، نه به کسی احتیاج هستیم. لکن حق آمد میگیم خوش بودی قبول نکنی دلت، اما گپ اینه برات میگه والله گپ من نیست. قسم به خداست که ما جرأت نمیکنیم که کدام مسئله را از دل خود بگیم تا که 20 دفعه رو تحقیق نکنیم و آیت قرآن را پیدا نکنیم و حدیث پیدا نکنیم و گفته های فقها را پیدا نکنیم و امام اعظم ابو حنیفه چی گفته و امام شافعی چی گفته و امام مالک چی گفته و فلانی امام دیگه چی گفته و علمای بزرگ چی میگن، تا که خوب سند پیدا نکردیم که علما چی میگفتن، چه قسم اینو تشریح کردن، به چیزو ما برکت چیز از دل خود جور کردن نمیتونیم، چون ما این حق نداریم. هیچ عالم اسلامی حق نداره که حلال حرام بگویه، حرام حلال بگویه، بلکه چیزی که در قرآن و سنت است براتون میاریم با سند. این همین حدیث شریف این نوشته است، حدیث 7998 مسند امام احمد. حدیث است از ابی هریره رضی الله عنه که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله طیب، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الله پاک است، لا یقبل، چی معنی لا یقبل؟ قبول نمیکند. کلی نام خود کورس عربی میخوانه، کورس عربی برای زمین گرفتیم که این بچهای جوانا عربی رو بفهمن، خودش قرآن و سنت بخونه. خب لا یقبل، قبول نمیکنه، این آسان کلی میگه الا طیبا، مگر چی را؟ پاک چی هست؟ حلاله. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، پیغمبر صلی میگه خداوند الله جل جلاله امر کرده مؤمنین با آنچه که امر کرده بود رسول پیغمبرا را. فقال یا ایها الرسل، الله گفت ای پیغمبرا، کلوا من الطیبات، بخورین از چیزهای پاک، چیزی که پاک است حلال است از او بخورین، و اعملوا صالحا، و اعمال صالحه بکنین. تو که پیرو پیغمبرا هستی تو هم حلال بخور و اعمال صالح بکن. اینی بما تعملون علیم، ما با آنچه که عمل میکنین عالم هستم. اگر ما نمیفهمیم که پیسه حرام است،
الله میفهمه که تو حاجی از پیسه حرام میری، از پیسه قتل میری، از پیسه وطن فروشی میری، از دلار امریکایی میری به امریکایی غلامی میکنی، بر از اون جاسوسی میکنی، از اون حج میری، والله اجرش خداوند قبول نمیکنه. و قال یا ایها الذین آمنوا، و گفت الله جل جلاله که ای مؤمنان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، امر خداست، کلوا بخورین، من طیباتی از چیزهای پاکی که ما شما را رزق دادیم. ثم بعد از میگه رسول الله صلی الله علیه و ذکر، باز پیغمبر صلی میگه ذکر کرد، بیان کرد، الرجل یک شخص، سیکو یک شخص، یطیل السفر، سفر بسیار طویل داره، مثل سفر حج واره، دور به دراز، 1 ماه سفر است، اشعث اغبر، صاحب خود طیاره نبود، مردم سر اسب میرفت، سر شتر میرفت، اشعث اغبر، اشعث مویایش گدود، اغبر غبار آلود، اشعث رو ژولیده گفتن، مویای ژولیده. چه قسم ژولیده چی معنی؟ مویایش گدود است. و اغبر غبار آلود، درا که رفته مویایش شانه گدود است، رویش هم غبار زده، چرکوچد، زحمت زیاد دیده. یمد یدیه الی السما، اینمی انسان با تکلیف مویش گدود شده و وضعیت هم خراب است، دستای خدا بالا میکنه، یا الله. پیغمبر هم چه خوب برای ما تمثیل میکنه. ثم یمد یدیه الی السما، با چی میگه؟ یا رب، یا رب، ای پروردگارا، ای پروردگارا. و مطعمه حرام، رسول الله صلی الله علیه و آله. همین نفر که دعا میکنه، سفر هم طویل، زحمت هم کشیده، دستای خودم بالا کرده طرف آسا، و مطعمه حرام، غذایش چی است؟ حرام. و مشربه حرام، آبی که می نوشه یا هم حرام است. و ملبسه حرام، سبحان الله، لباسش چی است؟ اینم از پیسه حرام خیلی. و غذی بالحرام، و غذا خورده حرام. پیغمبر سم میگه فانا یستجاب لذلک، کی دعای خدا قبول میکنه؟ کی دعایش خدا قبول میکنه؟ لباسش حرام، خوراکش حرام، پوشیدنیش حرام، آبش حرام، تغذیه شده به حرام. پیغمبر میگه فانا یستجاب لذلک، حدیث 7998 مسند امام احمد. قبول نمیکنه، قبول نمیکنه الله جل. بیاین بخوانیم حدیث شریف دیگره. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند. سعی کنیم. امام ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر یه حدیث شریف ما گرفتم. ابن کثیر از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که من این آیت شریف را در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت نمودم. میگه حضرت عبدالله ابن عباس میگه من این حدیث شریف چی کردم پیش پیغمبر سم این آیت شریفه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. میگه در مجلس ما حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه بود. میگه حضرت سعد ابن ابی وقاص، شما میفهمید حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بود؟ از جمله 10 مبشره به جنت. والله اگر مرا خداوند بشارت میداد که من جنتی هستم 16 دفعه کلی خود در زمین میزدم. یعنی شخصیت گپ عادی نیست، گپ عادی نیست که رسول خدا یک کسی را بشارت بده به چی؟ لکن اصحاب کرام عادت داشتن که همیشه واستبقوا فی الخیرات، همیشه در نیکی ها چی میکردن؟ مسابقه میکردن. اون میگه من پیشم، اون میگه من پیشم. حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه از اخلاص و ایمان قوی که داشت، در حالی که بشارت برش به جنت هم داده شده، میخواست که مستجاب الدعا شود.
حضرت عبدالله بن عباس هم میگه حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عرض نمود که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من دعا کن که الله جل جلاله مرا مستجاب الدعا، یعنی کسی که دعایش قبول میشه بگردانه. همین آیت که نازل شد مکی خواندم، حضرت سعد بن ابی وقاص گفت خب بشارت خب پیغمبر صلی که تو جنتی هستی. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من دعا بگو که خداوند مرا چی بسازه؟ کسی که دعایش خدا قبول میکنه، که من بعد دیگه مسلمانا هم دعا بکنم که خدایا میخیل صاحب هم جنتی بسازه و خداوند دعای مرا قبول بکنه. رسول الله صلی الله علیه و برش چی گفت؟ خوب گوش دانه بگیرین. صحابی جلیلی که از جمله کی است؟ عشره مبشره بالجنه است. سعی کنین. میگه که مرا خب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای سعد، یا سعد اطب مطعمک. اطب یعنی طیب یا پاک بگردان غذایت را. باز پیغمبر صلی میگه قسم خورد که قسم از بذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم به دست از اوست، یعنی قسم از به او ذاتی که نفس من روح من به دست از اوست، او میتونه در هر لحظه مرا روح ما قبض کنه. قسم است یعنی به الله جل جلاله، قسم است به الله جل جلاله. شخصی که یک لقمه حرام را به شکمش فرود میبرد 40 روز اعمال نیک او قبول نمی شود. یک لقمه حرام. گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که یک لقمه حرام را به شکمش فرو میبرد 40 روز اعمال نیک او قبول نمی شود. و هر کسی که بدنش از حرام و سود تغذیه شده باشد آتش دوزخ برایش اولاتر است. بدنی که تغذیهش حرام باشد او قابل بخشایش نیست، بر از او اول چیزی که او را سزاوار است آتش دوزخ است. و ای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بنابراین برادر عزیز، از انسان حرامخور دعایش قبول نمیشه. انسان حرامخور بدن خود بر دوزخ آماده ساخته. انسان حرامخور خود به اینی اشتباه گرفتار کرده. از این خاطر برادرای عزیز، انسان مسلمان فقط یک نقطه هست، گفتن فرمول است که چطور ما بتانیم که مال خود حلال بسازیم. گفته اگر میخواین که مالتان حلال شود اول کوشش کنید که سود نباشه. کسایی که پیسای خود در کابل بانک در سود دادن و باز از او برش فایده میرسه، باز فایده از اون در حج میره، حج زیر خدا قبول نمیکنه. یا کسی که برش در وقت حساب میلیونر شده و هم حج میره، حجش خدا قبول نمیکنه. سود نباشه. دوم از حرام اجتناب بکنه، از دزدی، از رشوت، از اختلاس، از غصب، از فریبکاری، زمین مردم دعوا کردن، خانه مردم دعوا کردن. تو بسیار زبانت فصاحت داره و خوب شناخت داری و خوب مشناسی و خوب میدونی مال مردمه، لکن زمین مردمه، یک بلز زمین مردم هم که در زمین خود داخل کردی او زمین بفروشی از پیسهش در حج بری، خدا قبول نمیکنه. سخت چی را میگن؟ میگه سخت در لغت کسب های مردار قبیح هم میگن. کسب های قبیح و مردار که بسبب از او بر انسان شرم و عار حاصل میشه. از این خاطر میگه هر حرامی که یاد کردن از او قبیح باشد، هر چیز حرامی که تو اگه در خانه بودی می پیسه از زیرا پیدا کردیم خودت میشرمی، او رو سخت میگن. از این خاطر از این مثلا یک نفر سگ فروش است، در سگ جنگی جایزه برده، خوک میفروشه، شراب فروش است، پیسه شراب است. بسیاری کساس همین مردمایی هستن که خوراک فروشی دارن، در خوراک فروشیشان شراب است، پت بوتلای شراب هم میفروشن. تو شراب فروش از پیسه از شراب و فروش شراب خدا حج قبول نمیکنه. اول از شراب فروشی توبه کو، دیگه پیسه سود، رشوت، غصب، قمار، سرقت، اجوره زناکاران، مفاد فالبین ها و جادوگرا. حال یگان تا فالبین ها و جادوگرایی که از پیسه جادوگری و فالبینی و تاویزای دروغ و غلط پیسه جمع کرده او حج میره، خدا قبول نمیکنه. نه خدا میگه هندوستان خدای ناراض. چهارمش غلول. غلول چی میگن؟ غلول یعنی ایست که یک نفر و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه. چی رو میگن؟ که مثلا یک نفر از مال غنیمت و از این پیسا
دوزی و چیز میکنه. دیگه مکروه، در چیزی که مثلا او چیزایی که مکروه هستن از پیسه های دو کراهیت است، فقها و علما میگه. دیگه در شبهات، چیزایی که شبهه هستن، بنابراین برادرای عزیز اینی امور است که ما و شما کوشش بکنیم که اگر میخوایم که خداوند متعال جل جلاله حج ما را قبول بکنه، دعا بکنیم که پروردگارا ما میخوایم که وقتی که حاجیای محترم ما را اول اخلاص نصیب بکنه، برای ما پروردگارا اخلاص نصیب بکنه که ما حج خدا با اخلاص بکنیم، به خاطر رضایت تو بکنیم، دور از ریا باشه، دور از خودخواهی باشه، دور از تکبر باشه. الهی پروردگار تو ذات با عظمت هستی. الهی ما را یا الهی قلب ما را خودت به نور ایمان منور بساز که با اخلاص عبادت خدا بکنیم. الهی پروردگار بر ما توفیق بده که هر عمل خدا مطابق سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم. الهی بر ما توفیق بده که تقسیم اوقات 24 ساعته پیغمبر صلی الله علیه و آله از زندگی خود بالای خود تطبیق بکنیم. و الهی برای حاجیای افغانستان، برای حاجیای کل دنیا توفیق نصیب بکن که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حج بکنن، از دروغ و فریب و جنگ و غالمغال و بیابی و گپا خدا نگاه بکنن. الهی حج مبرور بر کل حاجیای ما نصیب بگردان با تطبیق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الهی برای ما توفیق بده که از پول حلال حج بکنیم. الهی پول حرام بالای ما نخورن. الهی ما رو توفیق بده که از حلال استفاده بکنیم. الهی برای ما رزق حلال تو نصیب بگردان. الهی هر کسی که شوق زیارت بیت الله شریف داره، جوان است یا ریش سفید است، الهی موضوع قابلیت نیست، پیسه‌داری نیست، موضوع قبولیت است. الهی تو ما رو به بارگاهت قبول بکن. الهی تو برای ما توفیق نصیب بکن که ما زیارت بیت الله تو را زیارت بکنیم. الهی گناه های تمامی مسلمان را عفو بکن. الهی ما بنده های دی مسجد جمع شدیم فقط به خاطر شنیدن حق، گفتن حق، فهمیدن حق، فهمیدن قرآن و سنت، فهمیدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و میخواهیم که اعمال خدا کلش مطابق قرآن و سنت بسازیم تا که مورد قبول تو قرار بگیره. الهی نشستن ما را در اینجا در عبادت حساب بکنی. الهی رحمت بالای ما نازل کنی. الهی گناه های ما را ببخشی. الهی ما را خود ما را هدایت بکنی و ما را سبب هدایت بر دیگران هم بگردانی. الهی آخرین کلمه‌ای که از زبان ما خارج میشه در وقت جان کردن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک درود کلتان بگوین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم